سلام و عرض ادب. وقتتون بخیر باشه دوستان. خب انتخابات تموم شد و به دور دوم رسید. متاسفانه نتایج انتخابات اصلاً امیدوار کننده نبود. خیلی ناراحت کننده بود. آقایون دولت مرد، چه کردید با این مردم؟ چه کردید که حتی طرفدارای انقلاب زمان آقای رئیسی هم که رأی داده بودن تو این دوره شرکت نکردن، یا اگرم شرکت کردن با آقای پزشکیان رأی دادن؟ این سوال ما باید از خودمون بپرسیم. چیکار کردید؟ با این مردم چیکار کردید؟ این انتخابات دو تا پیام داشت. پیام اولش این بود که من فکر میکنم دولت مردم و حکومت متوجه شدن که مردم از شرایط ناراحتن، مردم قهر کردن، مردم دیگه اعتماد ندارن، مردم امید ندارن. این پیامی بود که من فکر میکنم همه تو ایران گرفتن. پیام دوم چی بود؟ پیام دوم یکم امیدوار کننده بود. پیام دوم این بود که انتخابات سالمه. چرا انتخابات سالمه؟ چون آقای قالیباف سوم شد. آقای قالیباف خب تو اذهان عمومی خیلی آدم حکومتی سپاهی بود، خیلی پول براش خرج کردن، ولی خب رأی نیاورد، یعنی مردم انتخابش نکردن. این پیام داره. آقای جلیلی دوم شد، اونم با اختلاف خیلی کم. اینم باز پیام داره. پیامش اینه که انتخابات ایران انتخابات سالمیه، انتصابات نیست و رأی مردم تأثیر داره. رأی مردم نشون داد، خیلی هم واضح نشون داد. من میخوام برای هفته دیگه که انتخاباته تو این جلسه، چون خیلی واقعا ناراحت کشورم، هم ناراحتم هم نگرانم، چون این نگرانی باعث میشه که مردم یکم خطای محاسباتی بکنن و 50 تا 100 سال آینده کشور شرایط خوبی نداشته باشه، مخصوصا اونایی که بچه دارن، مخصوصا اونایی که نگران آینده خودشونن، آینده زندگیشونن. توصیه میکنم حتما این ویدیو رو ببینید. ما الان باید کسایی که باعث و بانی این شرایط شدن رو بازخواست کنیم. ما باید بازخواست بکنیم کسایی که باعث و بانی این اتفاق شدن. یه کلیپ رو با هم ببینیم. و به روحانی رأی می‌دهیم برای آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو، قانون در عمل و استیفای حقوق شهروندی و پیاده شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه ما. آقای خاتمی، شما امسال هم برای آقای پزشکیان بیانیه دادی، پیام دادی. آیا پاسخگوی عملکرد دولت روحانی 8 سالش بودی؟ آیا فکر نمی کنی که دولت آقای روحانی یکی از قوی ترین علت هایی که مردم الان اینجوری شدن؟ ویدیو بعدی رو ببینیم. من اینجا میخوام یه توضیحی بدم که چرا به این وضع دچار شدیم. علت این که اصلا به این وضع دچار شدیم چیه؟ سیاسیونمونن؟ آمریکاست؟ رهبره؟ چیه؟ علت چیه که 40% مردم تو انتخابات شرکت میکنن؟ تازه اونایی هم که شرکت میکنن نمیرن به اونایی که مداها و پامنبریای خیلیا بودن گوش بدن و به آقای قالیباف رای بدن. ما باید اینو بررسی بکنیم. علت چیه؟ علت 2 تا چیزه. 1 بیرون، 2 داخل. آیا این 2 تا از هم جدا هن؟ نه. میخوام بهتون امشب بگم که این 2 تا قشنگ مکمل یکدیگرن. میخوام امشب بهتون بگم که 8 سال آقای روحانی با کمک آمریکا چطور به این مردم فشار اومد و آقای روحانی دقیقاً دست تو دست آمریکایی‌ها به این مردم فشار آورد. ویدیوی امشب رو خوب دقت کنید، با من همراه باشید تا آخرش. شاید یکم ویدیو طولانی بشه، ولی به نظرم برای آینده ایران واجب هر کسی این ویدیو رو ببینه. من الان میخوام یه سخنرانی از آقای اوباما
توی اندیشکده سابان اسرائیل که این اندیشکده تمام اتاق فکر آمریکاست، کارشناساش، مشاوراش، همه تو این اندیشکده کمک میکنن به دولت آمریکا. هر کسی هم میخواد این دولت باشه. الان هم به بایدن کمک میکنن. سال 2013 آقای اوباما دعوت میشه به این اندیشکده تا شرایط هسته ایران رو توضیح بده. این نشست 47 دقیقه است. من تقریبا 3-4 دقیقه رو براتون آوردم. کاملش رو نمیتونم بذارم. هر کسی خواست بگه کاملش رو دارم. توی کانال خود کاخ سفید آمریکا تو یوتیوب هم هست. میتونن عزیزان برن ببینن. ما 8 سال پیش اینو دیدیم. ولی خوبه که الان باز مردم ببینن. و بعد بررسی میکنم که چرا خوبه مردم ببینن. با همین ویدیو رو ببینیم. Should we start with Iran? We should. Okay, good. Start with the basic premise that I've said repeatedly. It is in America's national security interests. متاسفانه من زیرنویس فارسیشو نتونستم پیدا کنم. برای همین خودم یه توضیحاتی میدم. اینجا آقای اوباما میخواد شرایط زمانی که اومد توی کابینه و دفتر کاخ سفید رو تحویل گرفت و شرایط ایران رو توضیح میده. یعنی شرایط آقای احمدی نژاد، شرایطی که خیلی بهش نقد میکنن که همین آقای جلیلی اونجا چی کار میکرد. اینجا آقای اوباما توضیح میده. بشنویم. Had accelerated in ways that we had been concerned about for quite some time. And as a consequence, what I said to my team and what I said to our international partners was that we are going to have to be much more serious about how we change the cost-benefit analysis for Iran, in how we interact with the international community and how we deal with this sanctions regime. And that's what brought President Rouhani to power. He was not necessarily یه the first چند تا choice. نکته آقای اوباما تو این نشست میگه. خیلی مهمه. این نکات خیلی مهمه. Now, that doesn't mean نکته اول اینه که میگه ما گزینه نظامی رو برای ایران از روی میز برداشتیم. ما نمیتونیم با ایران جوری که با عراق رفتار کردیم رفتار بکنیم. پس پیام اول، گزینه نظامی زمان آقای احمدی نژاد از روی میز برداشته شد. گزینه دوم، اوباما میگه زمانی که من اومدم کاخ سفید رو تحویل گرفتم، ایران تا غنیسازی 20% داشت میرفت و هیچ گونه همکاری حاضر نبود با ما بکنه. ایران صنعت هسته‌ایش رو تعطیل نکرد. کی باعث این موضوع شد؟ چیزی که الان با آقای جلیلی شبهه میندازن، میگن تو چیکار کردی؟ تو این همه تحریم برای کشور آوردی. آقای اوباما برعکسش رو داره میگه. خیلی جالبه. آقای اوباما میگه زمان آقای احمدی نژاد ما میخواستیم برنامه هسته ایران رو تعطیل کنیم. توی کشور ثالث ایران بیاد انرژی هسته‌ای داشته باشه. ایرانی‌ها نپذیرفتن. یعنی ما الان صنعت هسته‌ایمون رو مدیون آقای جلیلی هستیم. میگم این هم نشست 47 دقیقه است. من سعی کردم 3 دقیقه شو برای شما بیارم. حرفای خیلی جالبی میزنه. پس شد ما گزینه نظامی روی میزمون نبود زمان آقای احمدی نژاد و اینکه ایران 20% داشت غنی میکرد. حالا با اوباما اشاره میکنه، میگه وقتی که آقای روحانی اومد ما خوشحال شدیم چون دیدیم کسی اومده تو قدرت که اصلا اولویتش هسته‌ای نیست. ما میتونیم با راستی آزمایی از آقای روحانی باش به توافق برسیم. خیلی نکته داره ها این، واقعا خیلی نکته داره. ببینید شما، من فکر نمی‌کنم اینو جایی دیده باشید یا کسی براتون تحلیل کرده باشه. ما داریم از نگاه آقای اوباما و گزارشی که داره به اسرائیلیا میده، میگه آقا این پولی که دارید به آمریکا کمک میکنید ما داریم چیکار میکنیم؟ ایران رو داریم باش چجوری برخورد میکنیم. دوباره تو این نشست توضیح میده که ما با توافق هسته‌ای که با ایران داشتیم تمام صنعت هسته‌ایشون رو تقریبا شکوندیم. پس برجامی که آقای روحانی انقدر بهش مینازه، دستاورد اولش از طرف آقای اوباما اینه. گزینه دومش که خیلی مهمه، آقای اوباما به این نکته اشاره میکنه، میگه ما روی نفت ایران و بانک ایران و صنعت بیمه ایران یک پیچ تنظیمگر گذاشتیم که هر موقع بخوایم شلش کنیم، هر موقع بخوایم سفتش بکنیم. و در ازای این توافقی که ما کردیم،
ما بهشون قول دادیم که 7 میلیارد دلارتون رو آزاد میکنیم در قبال 150 میلیارد دلاری که بلوکه دارن. اینو ما نمیگیم، آقای جلیلی نمیگه، آقای خامنه‌ای نمیگه، اوباما داره میگه. حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ میریم جلو، با من همراه باشید. خواهش میکنم اگر حوصلتون سر میره سرعت ویدیو رو بذارید جلوتر، ولی کامل ویدیو رو ببینید، چون این انتخابات به شدت برای ایران مهمه، چون ایران 50 تا 100 سال آیندهش به این انتخابات بسته است. خب اینجا صحبت‌های آقای ظریف و با آقای جلیلی میخوام براتون مقایسه بکنم. من اصلا حرفم آقای جلیلی نیست، من نمیخوام از آقای جلیلی طرفداری بکنم، اینو اشتباه نکنید. من میخوام بشناسید که به کی میخواید رأی بدید و چرا اصلا باید رأی بدید. بشنویم اینو. کل تحریم‌های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا از روز اجرا لغو، کل تحریم‌های ایالات متحده، تحریم‌هایی که ایالات متحده اعمال میکنه بر شخصیت‌های غیر آمریکایی، از روز اجرای اون متوقف میشه. این همونیه که آقا هم فرمودن چون آمریکا کل توجه کنید سخنرانی اوباما برای سال 2013 تقریبا میشه 92 ماه و این صحبتی که شما دارید میشنوید برای سال 94. یعنی توافق صورت گرفته، ایران میخواد انجام بده به خاطر گیرکردی که آمریکا داشته. اونهایی که تسلیحات موشکی اشاعه‌ای است باقی میمونه و مباحث مربوط به اقتصادی رو هم عرض خواهم کرد که لغو مشروط. آقای ظریف توی ویدیوهای بعدی توجه بکنید، در سال 1403 دوباره راجع به برجام دروغ میگه. آقای ظریف تو دوربین نگاه میکنه و دروغ میگه. من حق میدم که مردم عادی متوجه نشن که آقای ظریف دروغ بهشون میگفته، ولی اجازه بدید ماها که کارشناسی، ماها که کارمونینه، بررسی کردیم، با اسناد بهتون نشون بدیم که ایشون دروغ میگه. صحبتاشو بشنویم راجع به کسانی که سد راه هر پیشرفتی در این کشور شدن. هر چه را نگاه بکنید، هر تحریمی امضای آقایان پشتش است، هر فرصت سوخته‌ای در مذاکرات حضور آقایان پشتش است، هر بیچارگی، هر مخالفتی FATF باشد، همه پشتش اینها هستند. هر قانون بدی، صیانت باشد، نور باشد، هر چه باشد اینها پشتش بودند. آیا ما می‌خواهیم 8 سال از این طریق ادامه بدهیم؟ آقای ظریف ادعا میکنه که تمام مشکلات کشور آقای جلیلی و تیم آقای جلیلیه. صحبت‌های آقای اوباما رو من گذاشتم که شرایطی که اومد و آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود، چه تصمیماتی برای کشور گرفته بود و چقدر این تصمیمات درست بود. آقای روحانی زمانی که سال 92 میخواست رأی بیاره یک چیز گفت: مردم، من میخواهم سایه جنگ رو از سر شما بردارم. در صورتی که آقای اوباما میگه اصلا گزینه نظامی روی میز نبود، ما مجبور بودیم با ایران توافق بکنیم. این حرف من نیست، حرف آقای اوباماست با مدرک. آقای ظریف اینو میدونه، باز تو دوربین ظلم میزنه و دروغ میگه و همه چیزو میندازه گردن آقای جلیلی، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. شما اگر اون ویدیو 47 دقیقه‌ای رو کامل ببینید، اوباما پیچ به پیچ قرارداد برای اسرائیلیا توضیح میده و میگه ایرانی‌ها چه کلاه بزرگ سرشون رفته. آقای هوشنگ امیراحمدی با اینکه رفته ایران اینترنشنال مصاحبه کرده و من خیلی از دستش ناراحتم ولی قبولش دارم، راجع به ظریف یه صحبتایی داره، بشنویم با هم ببینیم چی میگه. یک دیپلمات هست که حالا برای نجات ایران وارد میدان شده. منتها چیزی که آخرین بار از خود آقای ظریف شنیدیم این بودش که میگفتش که هیچ کاری من نمیذارن بکنم و آدم نمیفهمه دقیقاً برای چی وارد میدان شده. میتونید به من بگید آقای ظریف داره چی کار میکنه؟ بله، خیلی متشکرم. اولا سلام دارم برای شما و دوستای عزیزمون که همراه هستند و برای مردم ایران عرض کنم حضورتون که خب من آقای ظریف رو سالهاست میشناسم. عاقد من و زنم بود یعنی آخوند ما بود. آقای ظریف خب یه تاریخ خیلی مفصلی داره. ایشون میدونی یکی از دوستان بسیار نزدیک سعید امامی قاتل زنجیره‌ای بود.
اصلا ایشون بود که آقای ظریف رو بزرگ کرد، سعید امامی. یه واقعیت هیچ کس نمیتونه، من چون میدونم در جریان این جریان بودم. آقای ظریف خب یه جوونیه که اومده بالا و واقعا هم درون حکومت بوده و هنوزم هست به عنوان کسی که یه اعتقاد راسخ داره و هر چی که این حکومت میکنه. و اما در مورد آقای ظریف چند چیزو بگم. یک، آقای ظریف فکر میکنه، واقعا صادقانه فکر میکنه مردم یه عده گلن. بارها به من گفته، میگه آقای دکتر شما به مردم فقط باید دروغ بگی. مردم ایران یه عده گلن که باید به اینا دروغ بگی. هرچی بیشتر دروغ بگی بیشتر دوست دارن. فقط باید بدونی چه جوری باید به اینا دروغ بگی. ببینید مثلا توی همین صحبتی که پریشب داشت، ببین چی میگه. میگه به تندروها میگه ببین شما بلد نیستید چجوری سر مردم شیره بمالید، ولی من بلدم. میگه این یکی از ویژگی هاشه، یعنی شیره مالیدن و به قول بچه ها میگفتن مالکشی یکی از کارهای اساسیش بوده. نکته دوم، آقای ظریف شدیداً دروغگوه، صادقانه دروغگوه. ظریف مثل روز روشن دروغ میگه و هیچ ابایی هم از دروغگویی نداره. یعنی درست وسط روز بهت میگه شبه. آقای ظریف 90% اون چیزی که در مورد برجام به مردم ایران گفت دروغ، صادقانه دروغ، شرافتمندانه دروغ و هر کی که در رابطه با برجام شرافتمندانه قضاوت. ببینید ما میگیم مثلا آقای ظریف راستگوه. خب آقای ظریف اگر آقای جلیلی نگذاشته که شما توافق بکنید، شما هیچ کاره اید، دولت هیچ کاره است، نظام تصمیم گیرنده است، چرا برای کاندید شدن انقدر تلاش کردید؟ چرا انقدر دارید داد میزنید که شما بیایید کشور درست میشه؟ مگه 8 سال نبودید؟ شما میگید 8 سال بودید و نذاشتن. چه اتفاقی افتاده که الان باشید میذارن؟ مگه آقای جلیلی مرده؟ خب پس معلومه شما دستتون بازه دیگه، پس بازم دارید دروغ میگید به مردم. پس دولت برای تصمیم گیری سیاست خارجی دستش بازه. مورد بعدی، ببینید نگاه اینها به توافق با آمریکا چیه؟ خب معلومه که تفکر آقای جلیلی رو نمیپذیرن. آقای مرعشی برادر خانم آقای رفسنجانیه دیگه، همه میشناسنش که چه ایشون چه مافیایی. حالا جلوتر باز ویدیو داریم ازشون. نگاهشون رو به توافق ببینید که میگن چرا حزب اللهیا نذاشتن که ایران و آمریکا توافق بکنه. ببینید چی میگه راجع به توافق، راجع به دیدار روحانی و ترامپ. بشنویم با هم. ترامپ و آقای روحانی با هم یه سلام علیک بکنن و اون تحریما رو برداره. یعنی سلام علیک کردن تحریما رو برمی‌داره. آره این چیزی است که آقای ظریف میتونه ازش بپرسه. شما باور می‌کنید؟ من بله باور می‌کنم. یعنی به نظر شما بذارید سند رو ترسیم آقای روحانی، من جای آقای ترامپ سلام علیک کردن تحریما لغو میشه. بله قبول دارین حرفو؟ من بله قبول دارم. این جمله رو ببین میگم دو تا رهبر اروپایی پاشتن اومدن که هم یه جوشکاری رو میخنده از این. انقدر ساده است معادله جوش. همین سیاست خارجه رو انقدر ذلیل میدونن. بعد از این داستان ها، بعد از این شرایطی که الان بهتون گفتم که مذاکرهای آقای ظریف و آمریکا چجوری بود، یک کلید واژه اینا آوردن به نام کاسبان تحریم که بچه انقلابی ها، بچه مذهبی ها، طرفدارای آقای جلیلی و خود جلیلی از اینکه مردم تحریم باشن لذت میبرن، سود میبرن، پول میخورن، پول میچاپن. خب ما میگیم که آقا درسته. یه نمونه میخوام از خانم فائزه هاشمی براتون بیارم که اصلاح طلب تیره دیگه. نگاه بکنید نگاهش با آقای ترامپ چیه. من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه، ولی اگر یه آمریکایی بودم با آقای ترامپ رأی نمیدادم. برای چی فکر کنید که اگه ترامپ بود برای ایران بهتر بود؟ به خاطر همین فشارهایی که میذاره شاید بالاخره یه تغییر سیاستی اتفاق بیفته دیگه، چون به هر حال مردم هر چی تلاش میکنن که اصلاحات انجام بگیره موقع پا داره، هیچ خبری نمیشه، به برعکس مردم سرکوب میشن. شاید اگر این فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا میکرد، میگه ما هر چی فشار آوردیم مردم نتونستن کار یک سره بکنن و کار حکومت رو تموم بکنن. لااقل ترامپ بیاد انقدر فشار بیاره مردم بهشون فشار بیاد تا کار حکومت تموم شه. خب من سوال دارم از شما، آیا بچه های مذهبی کاسب تحریمن
یا اصلاح طلبا. من یه توضیح راجع به اصلاح طلبا بهتون بدم. ببینید اصلاح طلبا مثل آمریکا که جنگ زیسته، اصلاح طلبا هراس زیستن. یعنی چی؟ ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی آخرای دوره آقای خاتمی طرح گشت ارشاد رو تصویب میکنه. برای چی؟ برای اینکه اگر دولت بعد که دولت آقای احمدی نژاد بود اون کسی نباشه که خودشون میخوان، چون قرار بود آقای رفسنجانی بشه، این طرح رو اجرا بکنن و دوباره دوگانه ایجاد بکنن برای ریاست جمهوری 4 سال بعد. و این کارو کردن. گشت ارشاد زمان دوره دوم آقای خاتمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و سال دوم دولت آقای احمدی نژاد اجرایی شد که در مناظره های سال 88 بیان شد راجبش و اون دوگانه حجاب غیر حجاب. آقای روحانی چی کار کرد؟ آقای روحانی اومد فیلتر کرد، ذخایر کشور رو همه رو از بین برد، آذوقه های انبارهای ما رو خالی کرد، دولت رو تحویل بعدی داد که فردا روز بگه چی؟ ببینید اینا نتونستن، ما میخواستیم اینا نتونستن. شما با یه همچین چیزی روبروید. اصلاحات یعنی دروغ. بازم برای من مهم نیست، سیاسی هن. سیاست کثیفه. من چرا برام این مسائل مهم شده؟ چون بحث ایرانه. با من تا آخر همراه باشید. یه کلیپ آخره این ویدیو بهتون نشون میدم، متوجه میشید که چرا بحث ایرانه. بذارید به قسمت آقای پزشکیان برسم، متوجه میشید که تجزیه ایران در دوران آقای پزشکیان خورده خواهد شد کلیدش. تصاویر زیاد دارم، فقط حوصله کنید. شبهاتتون رو سعی میکنم دونه دونه جواب بدم تو این ویدیو. با من همراه باشید، ادامه میدیم با هم. آقای مرشی اینجا یه ویدیو داره، یعنی من یه ویدیو دارم ازش، توی طرفدارای آقای پزشکیان یه حرفی میزنه، میگه به من میگن که تو چرا کاندید ریاست جمهوری نشدی؟ یه جمله ای داره، بشنویم با هم ببینیم چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نریمان گفتن که من چرا کاندیدا نشدم. والا من خیلی فکر کردم پستایی که 4 سال عوض میشه اصلا ارزش نداره. من گفتم یک سره بزنم برای رهبری که مادام العمر. نکتهش اینه اصلاح طلبها خیز ورداشتن برای رهبریشون مادام العمره. نکتهشو بگیرید. آقای مرعشی میگه ریاست جمهوری 4 سال یه بار قدرت عوض میشه، فایده نداره. من یه چیزی میخوام مادام العمر باشه، مثل رهبری. کلید واژه رهبری رو داشته باشید. بهتون میگم آشوبای داخلی چجوری به براندازی ممکنه منجر بشه و براندازی مهم نیست. ایران عزیزمونه که مهمه. خیلی نکته مهمیه تو این مناظره ها توجه بکنید. به حزب اللهیا میگن شما دوبگین، شما حمله کردید به سفارت عربستان، هزینه ایجاد کردید برای کشور، به سفارت انگلیس حمله کردید، هزینه تراشیدید برای کشور. اول من یه نکته رو بهتون بگم، یه سوال از خودتون بپرسید، کیا به سفارت آمریکا حمله کردن؟ خواهش میکنم اونو تو گوگل سرچ کنید، به نتایج جالبی میرسید. من فقط یه کلید واژه بهتون میگم، صادق زیبا کلام. بقیه رو خودتون تو گوگل سرچ بکنید. جواب ایشونو داشته باشیم. ببینید در جواب این که میگن شما بچه مذهبی ها حمله کردید به سفارت عربستان، چیه و کی حمله کرده بوده در واقعیت؟ ببینیم. بازو که ما یه مناظره دیگه هم داشتیم مجددا، اونجا گفت دوستان شما ریختن سفارت عربستان گرفتن. آقای دکتر ظریف اومدن بعد از اینکه سفارت عربستان اتفاق براش افتاد گفتن شب قبلش ما تا صبح نگران بودیم، میگفتیم اگر که بریزن سفارت عربستان خیلی اوضاع خراب میشه. پس چرا 4 تا سرباز اونجا نذاشتید، 2 تا ماشین نذاشتید که سر ته خیابونو ببندید؟ آیه دکتر ظریف، آیه دکتر جلیلی در جلسه شورای عالی امنیت ملی همون شنبه‌ای که اون اتفاق افتاد گفتن که تو جلسه شورای عالی امنیت ملی آقایان با این دیپلماسی
منفعلانه که شما در مقابل عربستان داشتید، هر آن ممکنه که یک عده احساساتشون غلیان کنه بریزن سفارت عربستان. آقای رحمانی فضلی برید اونجا نیرو بذارید ببندید که این اتفاق نیفته. این آقای دکتر جلیلی قبل از اینکه این اتفاق بیفته تو جلسه شورای عالی امنیت ملی گفتن. آقای رحمانی فضلی گفتن خیالتون راحت باشه. بعد اون کسایی که شاهد اینی بودن میگن که هیچی سرباز نیروی انتظامی اونجا نبوده. ببخشید آقای دکتر، شواهد نشون میده که دوستان دولت 11 خودشون برنامه‌ریزی کردن که اتفاق بیفته. خودشون برنامه‌ریزی کرده بودن که سفارت عربستان رو بگیره که دوباره به مردم ما فشار بیاد، که اونور تو مذاکرات بتونن فشار بیارن، پوان بدن، که فقط بگن آمریکا. اینا درد داره ها. یه موضوع دیگه ای آقای آذری جهرومی خیلی راجع به فیلترینگ آقای جلیلی صحبت میکنه. اینجا میخوام باز دوباره یه ویدئویی بهتون نشون بدم که آقای جهرومی زمانی که وزیر ارتباطات بوده با صاحب تلگرام یه جلسه میذاره. سرورهای تلگرام میاد داخل ایران. بعد از 2 سال که قرارداد تموم میشه تمام دیتابیس تلگرام رو میبرن و اینا تلگرام رو فیلتر میکنن. بدونید علت این که تلگرام چرا دیگه فیلتر در نیامد چیه. ولی باز فیلتر راه حل نیست. ولی آقای آذری جهرومی، شما که خودت این کارو کردی، این همه توش پول خوردی، چرا الان اومدی باز از فیلترینگ حرف میزنی؟ چرا اینقدر به مردم دروغ میگید؟ نگاه کنید اینو. سالانه 3000 میلیارد تومان درآمد برای داخل خواهد داشت. این جمله آقای جهرومیه. حالا بعدا شما پیداشون کردی و قولمون بپرسید شما چجوری خودتون گفتید 3000 میلیارد تومان، بعد الان دارید میگید 100 میلیارد تومان به نماینده مردم. الان این معنی همین حرف آقای مقتدایی بود. 3000 میلیون تومان درآمد داره که به معنای نیستش که ما اضافه تر گرفتیم. ایشون داره میگه سالیانه. تازه میگه سالیانه، سالش بیشترم هست. خب بله. آقای تاجی بفرمایید. من الان ادامه صحبتمو میکنم. لب به مطلب اینه که آقای جهرومی رفتن با آقای دروف، برادران دروف مذاکره کردن، تلگرام رو وارد ایران کردن. اینو مردم بدونن. یعنی آقای دروف 3 تا سفر اومده ایران. واسه این؟ بله. خب آقای دروف 3 تا سفر اومده ایران، احتمالاً به 44 با گوش مدرک هم داره. مطلب نوشتن، قرارداد نوشتن. توی جلسه با نماینده محترم آقای مقتدایی خود آقای جهرومی اعتراف کردن برای اولین بار به این نکته. گفتن که ما تجهیزات، من سوالی که آقای مقتدایی کرده بودن این بود که تجهیزات و سی دی ان های تلگرام چه کسی آورده؟ خودش آقای جهرومی گفتن که خود روس‌ها آوردن، زمانی هم که قراردادشون تموم شد تجهیزاتشون رو بردن. من سوالم اینه آقای جهرومی، شما این مملکت یعنی واقعا فکر کنید چی؟ یعنی چند تا دو تا داداش روس بیان داخل ایران اطلاعات 80 میلیون ایرانی رو بار بزنن ببرن بیرون ایران؟ الان دو تا داداش اونور دنیا ما رو بعد میگن بچه حزب اللهیا نمیذارن ما کار انجام بدیم. اینا میخوان خفقان بیارن، فیلتر بیارن. شما تو قرارداد با برادران ظروف چی نوشتید؟ دسترسی هایی که به اطلاعات مردم داشتید رو بگید که چی ما نوشتی آقای آذری جهرومی؟ چرا شفاف نبودی؟ چرا الان خودتو زدی به ندونستن؟ بهتره اون یکی اینه. پیام‌رسان داخلی خودشون میگفتن. حالا این همه میگن آقای جلیلی موافق فیلترینگه. یه توییتی من از ایشون سال 2021 میلادی آوردم، دیگه پاک نمیتونه بکنه که تو توییترش. اینو با هم ببینیم. فیلترینگ توییتر توجیه ندارد. آقای جلیلی صریحاً مخالف این موضوع بوده. خیلی نکته سا. یه ویدیو دیگه ببینیم. مثلا بین اینستاگرام و توییتر زیاد فرقی وجود نداره. اگر یه محدودیتی هست حتما باید برداشته بشه، مطالعه بشه. اما از اون طرف هم باید صادقانه به جوانمون گفت که بله در فضای مجازی مثل هر فضای دیگه ممکن است کسانی از اون خدای نکرده بخوان در جهت اگر محدودیت هست باید برداشته شود و فرهنگ سازی بشه و به جوانمون بگیم مثل هر فضای دیگری خطر دارد. پسر آقای آهنگران ببینید چجوری شما رو ترسوند زمان آقای رئیسی. پشت آقای روحانی رو خالی کنید به صغیر و کبیرتون رحم نمی‌کنن. اگر این دولت شکست بخوره هممون شکست خوردیم. بله آقای رئیسی بیاد شکست خوردید شما. ما حرف اصلاح طلبی رو نمیتونیم بزنیم. اصلا 3 سال پیش این صحبت من بخوام از این رسانه با شما صحبت بکنم. اصلا راه ارتباطی دیگه بین من و شما به وجود نمیاد. البته فکر میکنم این دوره دوم آقای روحانیه. متاسفم، واقعا متاسفم.
دروغ در دولت آقای روحانی بسیار شدیده. یه دروغ دیگه از آقای جهرومی ببینید. مثلا آقای جهرومی، خب ایشون تو شیراز همراهی میکرد جناب آقای پزشکیان رو دیگه. تازه اتفاق جالبی که میافتاد آقای روحانی باز اینگونه نبود. یعنی آقای روحانی کاری که میکردن این بود که خودشون صحبت میکردن. آقای جهرومی تو برنامه شیراز ایشون یاد میداد به آقای پزشکیان تازه چی بگه. ولی ما با یک پروژه دروغ طرف هستیم، مردم شریف ایران. واقعا پروژه دروغ. توییتی است که جناب آقای آذری جهرومی در زمان مسئولیتشون زدن. ادعا میکردن که ما لباس فضانوردی ایرانی رو در ایران دوختیم و درست کردیم و به این علم رسیدیم. خدا میدونه در حالی که این لباس اسباب بازی بچگانه آمریکایی ها بوده که این نمونه خارجیشه. شما ببینید متاسفانه حتی جای باز کردن اون دوخت ها در روی این لباس وجود داره. بعد که این دروغ رو اومدن گفتن، هیچ کس نیامد بعدن میگه آقا شما اشتباه کردی، حداقل این اشتباهتو اصلاح کن. شما در کشوری داری زندگی می‌کنی که مردم فهیمن. مردم این پروژه دروغ همچنان ادامه داره. وقتی ما صحبت از توسعه می‌کنیم جناب آقای محسن هاشمی، دولت آقای روحانی واقعا دولت عجیبی بود و اصلاح طلبها آدمای عجیبی هن. اصلا تو دوربین ظلم میزنن، دروغ میگن. یه نمونه از فساد این دولت رو من میخوام به شما بگم. ببینید اصلا چجوری اینا روشون میشه الان بیان به آقای جلیلی، بیان به بقیه کاندیدا تهمت بزنن. شما یه نمونه از فساد رو ببینید که من بعداً راجع به چای دبشم صحبت دارم که بازم از دولت آقای روحانی شروع شده که دولت آقای رئیسی گرفتتش. شما ببینید چقدر فساد مالی در دولت آقای روحانی بوده. اگر بعضی دروغ نگن که نمیتونن اصلا اینجا حرف بزنن. متاسفانه کسانی که محصول 8 سال حاکمیتشون بر گرده مردم، تأسیس دزد پرورترین دولت پس از انقلاب است، کشور رو که مفسدین اقتصادی به جایگاه‌های کلان حاکمیتی این دولت رسیده اند، الان من نمیدونم با چه زبونی دارن با مردم اصلا صحبت میکنن. جز دروغ مگر میشود روی دیگری از خود به مردم نشان داد؟ دولتی که رئیس صندوق توسعه ملیش 260 میلیون تومان از بیت المال مسلمین دست کرده برای خودش ماهانه حقوق بریده. توجه بکنید این اعداد برای 8000 میلیارد تومان صندوق ذخیره فرهنگیان رو غارت کردند. اعضای هیئت مدیره و مدیر عاملش در زندان. دولتی که رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری کل کشورش مفسد اقتصادی در آمده، رئیس جمعیت هلال احمرش مفسد اقتصادی در آمده، رئیس سازمان خصوصی سازیش مفسد اقتصادی در آمده، برادر رئیس جمهورش مفسد اقتصادی در آمده، برادر معاون اولش مفسد اقتصادی در آمده، دختر وزیر صنعتش مفسد اقتصادی در آمده، داماد وزیر کارش مفسد اقتصادی در آمده. ایران خودروش مملو از فساد اقتصادی شده، بخشی از مدیران در زندان، سایپاش همینطور بخشی از مدیران در زندان. یه همچین دولتی با چه روی اصلا میاد نمایندش الان با مردم صحبت میکنه؟ واقعا با چه روی خیلی راحت خودش داره مبرا میکنه از وضعیت. بازم دروغ میگن چون دست میزنن رو نقطه ضعف مردم. حجاب، فیلتر، با اینکه اینا اصلا چالشای خودشون بوده، چالشایی بوده که خودشون مثل برجام به این کشور تحمیل کردن. تا اینجای کار خب با من همراه بودید، شاید قبول نداشته باشید این نظراتی که گفته باشم. بازم بگید روحانی بهتر از بچه انقلابی هست، بچه مذهبی هست. لازم من با اونا هم باز مشکل دارم سر یه جایی. ولی میخوام یه چیزی بهتون بگم. از اینجا به بعدی که من روش حساسم، از اینجا به بعدی که من از شما خواهش میکنم با دقت بیشتر ببینید، از اینجا به بعدی که میخوام بهتون بگم چرا خاک ایران هدف قرار داده شده. برجام دیگه ملاک نیست. برجام بعدی سر مرزهای ایرانه. دولت آقای پزشکیان نوعی از دولت‌های قاجاره، همون جوری که دولت آقای روحانی بود. آقای پزشکیان اگر رئیس جمهور بشه گسلایی رو در کشور فعال میکنه که حتی فکرش هم نمی‌کنید. دیگه قیمت دلار برای شما مسئله نمیشه، برای اینکه کدوم استان از ایران میخواد جدا شه مسئله است. فکر میکنید دارم شلوغ میکنم؟ من با مدرک با شما صحبت میکنم. اول میخوام از دید یک نماینده مجلس که چند دوره با آقای پزشکیان بوده و الانم صندلی کنار دست آقای پزشکیان در مجلس هست که به دروغ دوباره تو رسانه ها گفتن آقای پزشکیان برای مجلس رد صلاحیت شده بود، در صورتی که این دوره آقای پزشکیان رأی آورد و نماینده آذربایجانه.
ببینید چی میگه نماینده مجلس راجع به شخصیت خود آقای پزشکیان. بعد شما میخواید برید رأی بدید که این آدم رئیس جمهور بشه. آقای پزشکیان یک سال کنار من نشسته. بهتون میگم چرا. 3 دوره از 5 دوره آقای پزشکیان ما همواره با آقای پزشکیان توی مجلس 1 سالش دقیقاً صندلی به صندلی بودیم. شهادت میدم توی این 1 سال ایشون فقط صبح به صبح میرفت کتاب میخوند و بعدش هم بلند میشد پیاده روی میکرد تو صحنه مجلس. اینو شهادت میدم برای اینکه اون دنیا چیزی به گردنم نباشه و انشاءالله این کلیپ هم منتشر کنید حتما به دستش برسید. شهادت میدم که این 1 سالی که توی این 12 سال ما کنار خیلی هم بابتون با هم خوب خیلی زنده است، رفاقت، یعنی علنی میگه که بگید که اگر میخواد بره شکایت کنه اگه من دور. اما من اونی که الان به گردنمه باید شهادت بدم اینه که اون که با چشمان دیدم ایشون میمد کتاب میخون بعدم بلند میشه تو صحن مجلس پیاده روی میکرد و اکثر رأیاش هم میگفت من که کارشناس نیستم نمیدونم. اکثر رأیاش هم همینو میگفت، همین یک کلمه که دارم میگم. حتی ایشون وظیفه مجلسش هم انجام نمیداده و میگفته من کارشناس نیستم و در رأیگیری شرکت نمیکرده. چی شده که اصلاحات پشت یه همچین آدمی رو گرفته؟ منافعی در کاره؟ پروژه‌ای از خارج از کشور به اصلاحات رسیده؟ اینجا خبرنگار از آقای پزشکیان داره مطالبه میکنه، میگه شما نماینده مایی، ما ازت میخوایم که نگی آقا آذربایجان میخواد فدرال بشه، نگید ما با باکو یکیم، از این حرفا نزنید، ما جزوی از ایرانیم. ولی آقای پزشکیان ناراحت میشه و بلند میشه با این خبرنگار دعوا میکنه، میگه من حرف خودم میزنم، به تو چه؟ تو داری از جانب خودت حرف میزنی. ایشونو ببینید تو ماکو میان مجسمه فردوسی رو وسط میدون میذارن. تجزیه طلبای ترک میان مجسمه فردوسی رو میشکونن و میندازن پایین، میگن این نماد آذربایجان نیست، نماد ترک زبانان نیست، فردوسی فارسه. و گزارش هم تهیه میکنن از این کارشون، افتخار میکنن. این شخص رو میبینید خیلی راحت، این شخص در کابینه آقای پزشکیان در ستادهای انتخاباتیشه، خیلی راحت. آقای پزشکیان قبل از انتخابات رفته تبریز، مردم هم هستن، چرا تو ستاد انتخاباتیش باید سرود ملی باکو پخشه؟ چرا باید از خواننده باکویی دعوت بکنن که تو استانهای اردبیل با این پوشش بخونه؟ شما شاید از این اتفاقا ساده بگذرید، بگید من سخت میگیرم، ولی ما همون کسی هستیم که سال 2013 گفتیم برجام چیه. دالان زنگزی رو ماها تو کشور جا انداختیم که چه برنامه‌ای دارن برای قفقاز، چه برنامه‌ای دارن برای باکو. اینم تو همون پازله. یه تکمیل حرفم این تصویر رو ببینید کدوم استانا به آقای پزشکیان بیشترین رأی دادن. آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل. 75% از آرای این سه تا استان برای آقای پزشکیان بوده. فقط آذربایجان خیر، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، دقیقاً جاهایی که ما گسل قومیتی داریم. این یک آژیر خطر برای ایرانمونه. اینها شوخی بردار نیست. اربیل عراق هم با همین پروژه ها از عراق جدا کردن. عراق رو با همین پروژه ها جنگ داخلی را انداختن. به خدا اینا برای ماها که دنبال میکنیم این مسائلو تاریخ، اتفاق جدیدی نیست. من نگران ایرانم. آقای پزشکیان چون انسان به شدت ساده و بی اطلاعیه شده ابزار دست اصلاح طلبا. این صحبت آقای روحانی رو که یادتون هست،
اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان ایشون باعث میشه مردم 45% رأی بدن. رئیس ستاد آقای پزشکیان رو ببینید چی میگه. کلید واژه ها یکیه. بنزین آقای پزشکیان میخواد بکنه 20 تومن. میگید نه؟ اینو گوش بدید تا تصویر بعدی. آنچنان با آرامش بنزین رو میکنیم 20 تومن. و همکاری 20 تومن از کجا میارن؟ جا میفته بنزین، گازوئیل، برق فلان که آقای پزشکیان بنزین 20,000 تومن به نفع مردمه. ولی ما آروم این کارو میکنیم. فشار نیاد بهشون. بنزین 20,000 تومن میدونید یعنی چی؟ اصلا ایشون یه حرفی رو هوا زده. بنزین 7,000 تومن میدونید یعنی چی؟ آقای رئیسی 3 سال جلوی همه وایساد که بنزین گرون نشه. صحبت دارم جلوتر. آقای مرعشی که اوایل کلیپ براتون صحبت کرد و کلیپی گذاشتم ازش براتون، خیلی جالبه. رسما مافیای ایرانن. شاید سوال براتون پیش بیاد که آقای رئیسی چرا کار نکرد؟ آقای رئیسی کار کرد، با اینا جنگید. آقای رئیسی 4200 به 28500 بهش تحمیل کردن. آقای رئیسی به خاطر اینکه کشور دچار تشنج نشه پذیرفت. همونجور که سر بنزین نپذیرفت. آقای رئیسی جنگید. با لیبرال ها جنگید. چرا ما میگیم آقای جلیلی فرق میکنه؟ نمونهش اینه که با آقای قالیباف نتونستن به توافق برسن چون آقای جلیلی سفته. آقای جلیلی ضد مافیاست. آقای جلیلی سالمه. آقای جلیلی تجربه داره، سواد داره. به قول خودش میگه به من میگن تو چی کار کردی؟ این هم توی آژانس و سازمان ملل تحریم شدیم. زمانی من دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم که سمت شرقمون و افغانستان آمریکا گرفته بود، سمت غربمون و عراق رو گرفته بود و من نذاشتم یک گلوله به سمت ایران شلیک بشه. آقای جلیلی به هیچ کی باج نمیده، ایران براش مهمه. هیچ کس هم ازش آتون نداره. ازش یه دیو ساختن، نشون دادن برای نمونه فیلتر، برای نمونه حجاب. دروغه. آقای روحانی رو با این شعارها رئیس جمهور کردید، اوضاع مملکت این شد. آقای پزشکیان از روحانی هم بدتره ها. آقای پزشکیان میخواد کشور رو تیکه تیکه بکنه، دلار 200,000 تومانی بیاره براتون. این صحبت آقای مرعشی رو راجع به قدرت بشنوید. ما یه رئیس جمهوری میخوایم که اینجوری بزنه تو دهنه مافیا. توجه بکنید، مافیا. به خدا مشکل کشور حل میشه. تو قدرت نیستید ولی فردی رو میذارید رئیس اتاق بازرگانی که بذار اطلاع تعریفش نمیشه. من میفهمم قدرت شما چیه آقای مرعشی، بالاخره حالا اون که ما نگذاشتیم. نه واقعا نه من میفهمم. تو با سبا آذرپک همراهی نکن. ببین اونو ما نگذاشتیم دیگه. یا آقایی است که خانمی است که مرتب توییت میکنه علیه سالاورزی، فکر میکنه من سالاورزی. ما سالاورزی منتخب بازرگانان و صنعتگران ایرانه، منتخب ما نیست. بالاخره الان کارگزارانیه دیگه، چون من دیدم یه زمانی بوده، الان یه زمانی بوده، الان عضو حزب نیست. عرضم حضورتون که الان معلوم نیست بمونه یا نمونه، من نمیدونم، چون شورای نظارت قراره تصمیم گیری کنه. به هر حال اگر آقای سلاورزی هم کنار بره، یه سلاورزی دیگه ای میاد. چرا اتاق بازرگانی رو اکثریت یعنی اقتصاد کشور دست مافیاست. عزیزان، اقتصاد کشور دست مافیاست. به آقای رئیسی فحش ندید. آقای رئیسی میخواست مقابله بکنه، منتها دولتی که آقای روحانی بهش تحویل داده بود انقدر اوضاعش خراب بود که آقای رئیسی دوره اول میخواست کشور به ثبات برسه، بعد بره سراغ مافیا. نمونهش بانک هاست. نمونه دوم آقای پزشکیان اول، آقای جلیلی دوم. بورس امروز چرا ریخت؟ شایعه کردن تو بازار چون جلیلی میخواد بیاد ضد بورسه. اتفاقا جلیلی میخواد اقتصاد رو شفاف کنه، دست آقازاده ها رو از اقتصاد ببره. ما مردم باید کمکش کنیم با آرای بالا.
به والله اگر آقای جلیلی بیاد اصلا دغدغش حجاب و فیلترینگ نیست. بهتون نشون دادم اینا دروغیه که میخوان شما رو بترسونن. آقای پزشکیان بیاد ایرانی دیگر باقی نخواهد ماند. فکر میکنید من اغراق میکنم؟ آقای عبدی رو دیگه تمام اصلاح طلبها باید بشناسن. با اکو ایران که من به شدت دشمنشم یه مصاحبه‌ای کرده دیروز، بشنویم ببینید چی میگه. میگه اگه میخواید ایرانم نابود شه رأی بدید به اونی که ایران رو نابود میکنه، یعنی به پزشکیان. من پیشنهادم اینه اونایی که میخوان، پیشنهاد خطرناکیه، احتجاجیه، اونایی که میخوان مملکت نابود بشه فقط نیان که کنار بشینن رأی ندن، خب اصلا بیان به یک کسی که فکر میکنن نابودش میکنه رأی بدن. این که بهتره. بیاید به یک کسی که نابودش میکنه رأی بدید. این که بهتره، سریعتر اتفاق میفته. به والله مشکل اینا نظام نیست و والله مشکل اینا ایرانه. میدونم اوضاع خرابه، میدونم شرایط بده، برای همه بده، ولی اون کسی که باید الان قهر بکنه با صندوق ماییم. چون زمان آقای روحانی هم همین صحبت ها رو کردیم، قبلترش هم همین صحبت ها رو کردیم، ولی کسی به حرف ما گوش نداد. الانم ازتون میخوام که چشم و گوشتون رو باز بکنید. آقای جلیلی تنها کسیه که میتونه تو این شرایط ایران رو نجات بده. از حجاب و فیلترینگ و طرح نور و اینا نترسید. اینا رو آقای جلیلی نیورده، هیچ موقع هم نیورده. دروغ این اصلاح طلبا رو با رأیتون به جلیلی پاسخ بدید. من خواهش میکنم ازتون، پای ایران در میونه. اگر آقای پزشکیان با این تفکر، با این بیسوادی، با این سوس عنصری رأی بیاره، دیگه چیزی از ایران باقی نخواهد موند. یه کلیپی هم میخوام آخر بذارم برای بچه‌هایی که طرفدار آقای جلیلی هن که تو این 5 روز باقی مونده با انرژی ادامه بدن. 2 دقیقه است. من دیگه از حضورتون مرخص میشم. این کلیپ رو تا انتها ببینید. یا حق.